استاد یه سوال ازتون داشتم. جانم. یه علامت سوالی ذهن منو درگیر کرده راستش. بله. خواستم ببینم کسایی که مشروب و مواد مخدر مصرف میکنن فقط از زندگی لذت میبرن، چون من این دوتا رو مصرف میکردم و هیچ لذتی از زندگی نمیبردم. نه عزیزم، اینطوری نیست، چون میدونم که این اتفاق نمیفته، ممکنه آنی باشه، ولی لذت جویی توی افرادی میره که اینها دنبال آخجونن، خوب کردم که کردنم. یعنی اینی که کسی که تیکه میندازه، دیدیمش این آدمایی که تیکه میندازن، لغاز میگن، به قول خودشون کلوفگویی میکنن، یا به قول خودشون خیلی آدمای رکین، در صورتی که اینا رک نیستن، اینا گستاخن. وقتی که قهر میکنن روی لجبازی، وقتی حال دیگران رو میگیرن، وقتی آدمایی رو که روی لجبازی نگفتن رو میگن و نگران میکنن طرف مقابلشون رو، آزار میدن، این افراد خیلی لذت میبرن از اون رفتار و گفتاری که دارن. و به خصوص کسانی که توی روابط جنسیشون روی لجبازی نمیگن یا خیانت میکنن یا دروغ میگن، اینا خیلی لذت میبرن از اون لحظه ای که توشن، یا میگن آخ جون خوب کردیم که کردیم، حال کردم که حالشو گرفتم. امیدوارم که جوابتو داده باشم عزیزم.